با همون فرش خونتون که الان دارید روش راه میرید، با همون میتونید ماهی $500 درآمد داشته باشید. شیخا درست کردن، یک دکان درست کردن، ما رو میترسونن. خدا کریمه. اون زمان قدیم ما گفتن خدا کریم. اگر خدا کریم. این 8 ترفند رو آمریکایی ها به شهروندانشون آموزش میدن. چرا تو بلد نباشی؟ همین حالا بعد از دیدن این ویدئو دیگه هیچ وقت گول اجناس تقلبی رو نمیخوری و پولتو حروم نمیکنی. خانمایی که نفرین میکنن تو خونه خدای نکرده از ته قلبشون نفرین میکنن. شما بگید همین که به یوتیوب چجوری دلار میده؟ وقتی شما یه ویدیو توی یوتیوب آپلود میکنی، یوتیوب این ویدیو رو میره به یه تعداد بازدید کننده نشون میده. اون دو تا رفیق بودن، اینا خیلی با هم صمیمی بودن. یه روز پادشاه این دوتا را میخواد. یکی از این رفیقا خیلی حسود. نباید اینو بهت بگم چون برای خودم بد میشه. هر روز با 3 قرص هر مخدری که داری مصرف میکنی رو میتونی ترک. 5 بار ترک کردی، هر بار لغزش کردی. با این 3 قرص 10 سال اعتیادتو میتونی کنار بذاری. مطمئن 80 میلیون ایرانی دنبال این کپسولن که جایگزین متادونش کنن. چنان انرژی بهت میده که انگار نه انگار تا قبل. حاضرم شرط ببندم ارادهشو داشته باشی با این 3 دارو هر مواد این موضوع رو فقط 1% جامعه میدونن و همینم به هیچ کس نمیگن. فقط با 3 قرص میتونی هر مخدری که مصرف. دکترها معمولا اینو بهت نمیگن، اما این بهترین روش ترک اعتیاده. اگه این 5 روشو 16 روز یابویی ترک کردم، درد دارم. سلام، زیر 1 دقیقه رمز وای فای رو پیدا کن. به همین راحتی که میگم. اول از همه باید نوتیفیکیشن رو بیاری گوشی قدیمی که داره کنج خونه خاک میخوره رو پیداش کن، خاکاشو بتکون. امید، اولین گوشی لمسیه که خریدی و داری هنوز؟ آره، سحرباز بودم خریدم. مطمئنم هر کسی این موضوع رو میدونست تا الان زندگیشو عوض کرده بود. با وازلین بلغمتو بکش بیرون. این 5 کار رو موقع ترکت اصلاً انجام نده چون باعث میشه راحت ترک کنی. 1. هفته 1 بار آمپول. اگه مردم اینو میدونستن هیچ وقت پول جراحی زانو نمیدادن. استفاده زیاد ازش ممنوعه.